سرخط خبرها. رایزنی ایران با کشورهای عرب منطقه در میانه تنش با اسرائیل و نگرانی از گسترش جنگ. تهران میگوید برای هر سناریویی آماده است. اینجا در تل‌آویو جلسه کابینه امنیتی اسرائیل برای به رأی گذاشتن طرح نهایی حمله به ایران. گذر ویرانگر میلتون از فلوریدا، طوفان سهمگین راهی اقیانوس اطلس شد. بالاترین جایزه ادبی برای نویسنده کره‌ای بابت روایت شاعرانش از رنج‌های تاریخی هنگ کنگ نوبل ادبیات را برد. و همیاری اهالی روستایی در اوگاندا که تقریباً همگی مشکل بینایی دارند. سلام به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجیه غلامی هستم. در میانه تنش با اسرائیل و جنگ در منطقه، وزیر خارجه ایران به عربستان و قطر رفت و با مقام‌های ارشد این کشورها دیدار کرد. عباس عراقچی گفته ایران مخالف گسترش جنگ است اما برای هر سناریویی آمادگی دارد و کانال‌های دیپلماتیک با آمریکا را هم باز نگه داشته. دیروز بنیامین نتانیاهو با جو بایدن تلفنی درباره پاسخ کشورش به حمله موشکی اخیر ایران رایزنی کرد و وزیر دفاعش هم گفت پاسخ اسرائیل به ایران مرگبار، دقیق و غافلگیر کننده خواهد بود. فرین آسمی گزارش می‌دهد. دیدار وزیر خارجه ایران با مقام‌های قطر در میانه تنش در منطقه. عباس عراقچی میگوید ایران برای هر سناریویی آماده است. این گفتگوی او با شبکه الجزیره. عربستان نقش مهمی در منطقه ایفا می‌کند. قطر کشور با نفوذی است و ما برای متوقف کردن جنگ با آنها در مذاکره هستیم. با اینکه به دنبال جنگ و یا تشدید تنش نیستیم، برای هر گونه سناریویی آماده ایم. اسرائیلی ها می توانند عزم و اراده ما را محک بزنند. اگر اسرائیل حمله کند، آن را میسنجیم و بر اساس آن پاسخ متناسب خواهیم داد. وزیر خارجه ایران همچنین در این گفتگو از باز بودن کانال‌های دیپلماتیک با آمریکا خبر داده و گفته به طور غیر مستقیم با این کشور تبادل نظر می‌کند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دیروز در گفتگو با خبرنگاران خبر رسانه‌های اسرائیلی درباره مذاکره مستقیم کشورهای عرب و آمریکا با ایران برای آتش‌بس با گروه‌های شبه نظامی متحد ایران در منطقه را رد کرد. چون این طرح یا برنامه‌ای تا جایی که می‌دونم وجود نداره. من مسلماً نمیتونم درباره آنچه کشورهای دیگه از طرف خودشون انجام میدن نظر بدم. به طور مشخص هیچ کس با ایالات متحده تماس نگرفته و ما با هیچ کشوری در حال مذاکره نیستیم. همین دیروز یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از پاسخی مرگبار به حمله موشکی اخیر ایران خبر داد. حمله ما مرگبار، دقیق و بالاتر از همه غافلگیرانه خواهد بود. قرار بود او دیروز به واشنگتن برود و با همتای آمریکایی‌اش دیدار کند. دیداری که به تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مشروط شده بود. این تصویری که از این گفتگو منتشر شده، اما جزئیاتی درباره آن در دست نیست. این دیدار دیروز وزیر خارجه ایران با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که عباس عراقچی گفتگوهایشان را مهم دانسته. شبکه فرانس 24 گزارش داده که پیام آمریکا از طریق محمد بن سلمان به ایران رسیده و در این پیام گفته شده که واشنگتن با حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مخالف است و شریک آن نخواهد بود. هم با ریاض، هم با دوحه، هم با بقیه کشورهای منطقه نگرانی مشترک نسبت به این جنایت‌ها و نسبت به این حملاتی که رژیم صهیونیستی داره میکنه داریم. نگرانی مشترک هست و اراده مشترک برای اینکه جلوی این حملات گرفته بشه، جلوی کشتار بیشتر مردم گرفته بشه. به نظر می رسد ایران می خواهد کشورهای منطقه را در برابر اسرائیل با خود همراه کند. اما مشخص نیست این رایزنی ها به کاهش تنش و جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه بیانجامد. فرین آسمی، BBC. کسرا ناجی خبرنگار ویژه ما در تل‌آویو با ماست. کسرا، به نظر میرسه ایران به تکاپو افتاده برای جلوگیری از حمله احتمالی اسرائیل. در اسرائیل داره چه میگذره؟
در اسرائیل آخرین خبرها اینه که کابینه امنیتی کشور قرار است ساعت 8:30 امشب حدود 3 ساعت دیگه جلسه‌ای داشته باشه برای به رأی گذاشتن طرح نهایی پاسخ تلافی جویانه اسرائیل به ایران. میدونیم که الان مدت هاست اسرائیل داره فکر میکنه که چگونه به حملات سه‌شنبه شب گذشته هفته گذشته ایران که با 200 موشک بالستیک به اینجا حمله کرد چگونه پاسخ بده. این طرح نهایی شد پریشب ظاهرا در همین جلسه کابینه و دیروز هم جزئیاتی از این ما هنوز بیشتر از این نمیدونیم، فقط میدونیم که این مسئله در مکالمه تلفنی آقای نتانیاهو و آقای بایدن مطرح شد و حالا قراره که این طرح به رأی جلسه کابینه گذاشته بشه. معمولا این نوع تصمیم ها رو محول میکنند که به وزیر دفاع و نخست وزیر، اما این بار به نظر میاد که آقای نتانیاهو میخواد مطمئن بشه که همه اعضا و یک اکثریت بزرگی از اعضای کابینه پشت این طرح به اصطلاح حمله به ایران هستند. و چقدر احتمال داره که بعد از این جلسه امشب در اسرائیل اطلاعات یا جزئیاتی مطرح بشه در مورد اینکه اسرائیل دقیقاً چه تصمیمی داره میگیره؟ خیلی بعید اطلاعاتی داشته باشیم. اطلاعات شاید از اون طرف بیاد، از طرف ایران اگر حمله صورت بگیره. دفعه پیش در آوریل گذشته وقتی ایران هم حدود 300 موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد، خبرها بیشتر از منابع اسرائیلی و آمریکایی در خارج از اسرائیل آمد تا داخل. در داخل کسی از جزئیات به هیچ وجه صحبت نکرد. شاید این بار هم مسئله به همین منوال باشه و کسی از این جزئیات صحبت نکنه. هنوزم نمیدونیم واقعا این جزئیات چه خواهد بود، اما 2-3 روز گذشته صحبت از این بود که اسرائیل ممکنه به مراکز نظامی، پایگاه‌های هوایی، تأسیسات تولید موشک و پهپاد اینها حمله کنه و ساختمان‌های وزارت اطلاعات یا سازمان‌های اطلاعاتی سپاه، برای اینکه اونها به همین ترتیب به اسرائیل حمله کرده بودند. ولی باید دید که بالاخره چه خواهد شد و زمانش هم مهمه. نمیدونیم کی این اتفاق خواهد افتاد. این رو بگم که فردا از بعد ظهر از غروب، همین موقع ها از فردا برای 24 ساعت روز یوم کیپور هست. اینجا مقدس ترین روز در تاریخ، در تقویم یهودی هست. روزی برای طلب مغفرت که همه واجب هست براشون روزه بگیرن. همه جا تعطیله، تعطیلی مطلق. حتی ماشین ها حق ندارن در خیابان ها برن، جاده ها و خیابان ها بسته است. بنابراین یک تعطیلی مطلق هست. من مطمئن نیستم که در این تعطیلی مطلق اسرائیل کاری بکنه. احتمالاً شاید هم بکنه. این رو در نظر داشته باشید که سال 1973 سوریه و مصر در چنین روزی به اسرائیل حمله کردند. متشکرم ازت کسری ناجی، خبرنگار ویژه ما در تل‌آویو. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب از واشنگتن با ما هستن. آقای هاشمیان، تأکید آقای عراقچی بر تأکید کرده که باید کانال‌های دیپلماتیک با آمریکا باز باشه. این تأکید واقعا چه تأثیری میتونه در شرایط فعلی داشته باشه؟ کدام کانال دیپلماتیک رو ازش داره صحبت میکنه آقای عراقچی؟ من اعتقاد دارم که یکی از کانال‌های مهم جمهوری اسلامی با ایالات متحده قطره و بعد از سفر ایشون به ریاض، ایشون به دوحه رفته و صحبت‌هایی رو در اونجا انجام داده. منتها آقای عراقچی باید بدونه که تمام متغیرهای بخصوص مربوط به جنگ اسرائیل در اختیار آقای بایدن نیست و الان که این بحث‌ها رو دارن مطرح میکنن به شکلی دیر کردن، یعنی در واقع در زمان خودش این کانال ها رو با ایالات متحده باز نکردن و بنابراین الان شاید آقای بایدن نتونه حداقل در مورد حمله اسرائیل به ایران کاری انجام بده. شاید میتونه فقط در مورد محدوده آن و
عدم حمله به مراکز هسته‌ای یا مراکز نفتی اونجا کاری بکنه و الا جلوی این حمله رو نمیتونه بگیره. و اینکه آقای عراقچی به عربستان سفر میکنه چه تأثیری میگذاره این سفر در میانه احتمال این حمله اسرائیل به ایران؟ ببین، من معتقدم که الان کشورهای منطقه جمهوری اسلامی بیشتر میترسن تا اسرائیل. اونها معتقدن که اگر به اسرائیل حمله نکنن اسرائیل هم به اونها حمله نمیکنه، ولی زیاد اطمینان ندارن که اگر به جمهوری اسلامی حمله نکنن یا فضاشون رو در اختیار اسرائیل قرار ندن، این جمهوری اسلامی ممکنه به اونها حمله کنه، چون که جمهوری اسلامی بعد از حمله ممکنه در مضیقه قرار بگیره و ممکنه نتونه به اسرائیل پاسخ مناسب بده. لذا این احتمال وجود داره که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کنه به شکل مستقیم یا از طریق نیابتی‌ها. یه مشکل دیگه هم که وجود داره، درسته که عراقچی صحبت از همفکری با کشورهای منطقه در مورد غزه و لبنان میکنه، ولی بر سر غزه و لبنان کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی اختلاف دارن، یعنی ممکنه خواهان پایان جنگ باشن و این نقطه اشتراک با جمهوری اسلامی باشه، اما که چشمانداز غزه و لبنان آینده چه خواهد بود با جمهوری اسلامی اختلاف داره و اتفاقا در لبنان یکی از مشکلاتی که سعودی‌ها و کشورهای منطقه دارن جمهوری اسلامی و حزب الله است. متشکرم از شما حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در واشنگتن با ما. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. وزیر میراث فرهنگی ایران دستور داده پروژه گسترش خط 2 مترو شیراز تا انجام بررسی‌های کارشناسی بیشتر متوقف شود. در روزهای گذشته گزارش‌ها در مورد نزدیکی این خط مترو به بنای حافظی بسیاری را نگران کرده بود. رضا صالحی امیری گفته ساخت مترو به هیچ وجه نباید به حافظی آسیبی بزند یا آن را در معرض خطر قرار دهد. صندوق کودکان ملل متحد میگوید از هر 8 زن و دختر زیر 18 سال 1 نفر در جهان مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته. یونیسف در گزارشی گفته بیشترین موارد سوء استفاده جنسی در کشورهای مرکز و جنوب آفریقا اتفاق می‌افتد و در این منطقه 22% دختران چنین تجربه‌هایی داشتند. بر اساس این گزارش سوء استفاده جنسی از زنان در کشورهای بی‌ثبات که درگیر بحران پناهندگان هستند بیشتر اتفاق می‌افتد. طوفان میلتون در ایالت فلوریدای آمریکا باعث شده بیش از 3 میلیون خانه و کسب و کار برق نداشته باشند. این طوفان در جنوب خلیج تامپا به خشکی رسید و با خودش گردباد و سیلاب به همراه آورد. تا به حال چند کشته گزارش شده. اگرچه شدت طوفان میلتون به دسته 1 کاهش یافته، همچنان با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت می‌وزد و حالا در راه اقیانوس اطلس است. دانشمندان میگویند علت وقوع طوفان‌های بیشتر و قوی‌تر تغییرات اقلیمی است. میلتون با تمام قدرت به خشکی رسید و به آرامی در مرکز فلوریدا پخش شد. این طوفان در چندین منطقه گردبادهایی هم به راه انداخت. اینجا در سنت لوسی در ساحل شرقی طوفان ویرانگر بوده و چند کشته به جا گذاشته. ما فقط روی عملیات امداد و نجات مردم تمرکز کردیم. این منطقه از همه جا زودتر و شدیدتر آسیب دید. اینجا در فورت مایرز سیل ناشی از بارش شدید باران خیابان‌ها را زیر آب برده. بادهایی که با قدرت طوفان می‌وزیدند بعضی از ساختمان‌ها را در یک چشم به هم زدن نابود کردند. پنجره‌ها ترکیدند. من همین جاها بودم که اتفاق افتاد. گربه‌م اون طرف روی میز بود. 2 تا سگ رو برداشتم و زیر تختم قایم شدم. کلش شاید 1 دقیقه هم طول نکشید. در خلیج مکزیک طوفان با ایجاد امواجی به بلندی 10 متر قدرتش را به رخ کشید. در سن پترزبورگ سقف ورزشگاهی که برای کمک رسانی آماده شده بود پاره شد. میلتون داشت کنترل اوضاع را به دست می گرفت. در حال حاضر تخلیه امن خیلی خطرناکه. باید همون جایی که هستید بمونید و پناه بگیرید. اما اگه در موقعیتی قرار گرفتید که شاهد قطع شدن درخت‌ها و پاره شدن کابل‌های برق هستید، باید باهاش مثل یک گردباد برخورد کنید. در سراسر فلوریدا قدرت طوفان میلتون بیشتر شد. باد و باران شدید ساحل غربی را به شدت در هم کوبیدند.
امدادگران میگویند در بعضی از مناطق شرایط به قدری خطرناک است که نمیتوانند به تماس‌ها رسیدگی کنند. میلیون‌ها نفر هم بدون برق مانده‌اند. شبکه‌های خبری آمریکا با دقت پیشروی میلتون را دنبال می‌کنند. هنوز تمام ابعاد خسارت مشخص نشده. پیامدهای طوفان مرگبار هلین که 2 هفته پیش رخ داد هنوز رفع نشده بود که میلتون جایش را گرفت. چند هفته پیش در طوفان هلین 11 یا 12 نفر را از دست دادیم. همشون در مناطقی بودند که دستور تخلیه داده شده بود. پیامی که ما در 48 ساعت گذشته دادیم این بوده که اگه بهتون دستور جابجایی داده شده حتما برید. طوفان میلتون همان مصیبتی را به بار آورد که انتظارش میرفت. برای کسانی که هنوز در مسیرش باقی مانده‌اند فقط انتظار مانده و امید. استیو نیبز BBC نیوز. و تصاویر زنده‌ای هم داریم از فلوریدا و از طوفان میلتون که همونطور که می‌بینیم با تمام قدرت رسیده به خشکی و طوفان در فلوریدا، در مرکز فلوریدا پخش شده، در چندین منطقه گردباد به راه انداخته و عملیات امداد و نجات هم در شهر ادامه داره. همونطور که می‌بینید خرابی‌های بسیار وسیعی به بار آورده این طوفان در سنت لوسی در مرکز فلوریدا. اداره ملی اقیانوسی و جوی پیش بینی میکنه که تا پایان فصل طوفانی امسال بین 17 تا 24 طوفان داشته باشند در آمریکا که از اینها بین 4 تا 7 تای اونها طوفان‌های عمده خواهند بود. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در پی بالا گرفتن تنش با اسرائیل، وزیر خارجه ایران میگوید کشورش مخالف گسترش جنگ در منطقه است، اما برای هر سناریویی آمادگی دارد. طوفان ویرانگر میلتون با گذر از ایالت فلوریدای آمریکا راهی اقیانوس اطلس شد. در ادامه برنامه همیاری اهالی روستایی در اوگاندا که تقریباً همگی مشکل بینایی دارند. جایزه نوبل در ادبیات به هانگ کانگ از کره جنوبی رسید. آکادمی نوبل گفته دلیل انتخاب او خلاقیتش در نثر شاعرانه است که به رنج‌های تاریخی می‌پردازد و شکنندگی حیات انسان را نمایان می‌کند. در تاریخ 123 ساله نوبل ادبیات خانم هان 18مین زنی است که برنده این جایزه شده. چند اثر او هم به فارسی ترجمه شدند، از جمله گیاهخوار، اعمال انسانی و کتاب سپید. رضا نجفی نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان با ما هستن. آقای نجفی، اول به ما در مورد هانگ کانگ خانم 53 ساله‌ای که امروز برنده نوبل ادبیات شد از کره جنوبی به ما و از او و از آثارش بگید. بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. همونطور که گفتید هانگ کانگ متولد 1970 هست. به نسبت نویسنده جوانی محسوب میشه برای جایزه نوبل ادبی. پدر او هم از نویسندگان مطرح کره جنوبی است. برادرش هم نویسنده است، ولی خب ظاهراً او تونسته گوی سبقت رو از اعضای دیگر خانواده در واقع برو باید. کار هانگ کانگ موفق بوده. کتاب گیاهخوارش به فیلم در اومده. برنده بوکر بین المللی بوده این کتاب. سال گذشته باز یک جایزه ادبی در فرانسه برده و چون شاعرم هست، همونطور که تو صحبتاتون اومد، در واقع دلیل اعطای جایزه نوبل لااقل 2 تا دلیل، یکی فرمی و یکی محتوایی عنوان شده. یکی نثر شاعرانش هست و درون مایش در واقع همون شکنندگی های انسانی، قوانین نانوشته‌ای که به آدم‌ها آسیب میزنه، بدفهمی هایی که میان بشر هست و اینها دلایل در واقع محتوایی است که
موجب شده که به او جایزه نوبل ادبی رو بدن. به هر حال نویسنده موفق و نسبتاً شناخته شده است. به موضوعات بسیار مهمی میپردازه خانم کانگ، ولی با یک لحن بسیار آرام و شاید حتی کلمات بسیار کم. فکر میکنید که چه چیزی این نویسنده رو از سایر نویسندگان جهان متمایز میکنه که حالا برنده چنین جایزه میشه؟ بله، در واقع اون ایجازی که شما اشاره کردید در کارش هست و یک نگاه متفاوتی داره که منتقدان اشاره کردن که بیشتر مال مشرق زمین هست، یعنی به هر حال چیزی نوعی هم داره برای به اصطلاح خوانندگان. اما درباره این که چه چیزی او رو متمایز میکنه از نویسندگان دیگر، ما یه چیزی رو فراموش نکنیم. اغلب در واقع جایزه نوبل ادبی مورد این اتهام و نقد هست که بسیار نویسنده های بهتری بودن که جایزه رو نگرفتن. مثلا امسال موراکامی باز به نظر میرسید باید شانس بیشتری میداشت، یا در سالهای گذشته مثلا میلان کوندرا. چیزی که در نظر گرفته نمیشه این است که فقط شایستگی ادبی یک اثر ملاک نیست و همونطور که خود آلفرد نوبل توی وصیت‌نامه‌اش گفته و خود آکادمی نوبل اعلام کرده، این جایزه به یک نگاه آرمانگرایانه و بشردوستانه هم تعلق میگیره. بنابراین ما یک بحث فرمی داریم و یک بحث محتوایی که ممکن است برخی از نویسندگان پیشی بگیرن به خاطر اون نگاه انسانی که در آثارشون دارن. جالب هست که آثار خانم هان به فارسی ترجمه شده. به نظر میاد که در ایران خیلی خوب متوجه میشن و تشخیص میدن کتاب‌های نویسندگان مهم رو. بله، همونطور که گفتم به هر حال این نویسنده ناشناخته ای نیست. در کشورهای دیگه موفقیت‌هایی داشته و اون جنبه انسانی که من گفتم به این معنا نیست که ارزش ادبی کارش رو بخوایم زیر سوال ببریم. نویسنده موفقیه. در ایران کتاب گیاهخواریش تا جایی که من میدونم 3 ترجمه متفاوت ازش صورت گرفته، کتاب سپیدش 2 ترجمه و اعمال انسانی هم 2 ترجمه. بنابراین حتی در ایران هم به نسبت نویسنده شناخته شده است. چقدر فکر میکنید اینکه یک نویسنده از کشوری برنده جایزه نوبل میشه ادبیات اون کشور رو چقدر بیشتر از قبل مورد توجه قرار میده؟ طبیعی است که تاثیرگذاره، هم در دیده شدن خود نویسنده و هم کشور به اصطلاح کشوری که نویسنده متعلق به اوست. ولی به هر حال یکی دیگه از اتهام هایی که به جایزه نوبل ادبی وارد کردن اینه که خیلی اروپا محور هست. ما بیشترین تعداد نوبل هایی که سراغ داریم فرانسه زبانند، بعد امریکا و انگلستان و نویسنده های انگلیسی زبان هستند و بعد سایر کشورها و گاهی هم دیده شده مثلا نویسنده از تانزانیا داشتیم ولی به انگلیسی می نوشته. خیلی کم داریم مثلا مثل اورهان پاموک یا مثلا نجیب محفوظ که در واقع خارج از زبانهای اروپایی بوده باشن، ولی خود اینها وقتی تونستن جایزه نوبل رو ببرن که ترجمه شدن و در جهان به اصطلاح اروپایی و امریکایی بیشتر شناخته شدن. رضا نجفی، نویسنده و منتقد ادبی در فرانکفورت آلمان، ممنونم از شما. در جنوب صحرای آفریقا بیش از 100 میلیون نفر کاملا نابینا یا به شدت کمبینا وجود دارد که 3 میلیون نفر آنها در اوگاندا زندگی می‌کنند. اگرچه بسیاری از اوگاندایی‌ها به امکانات پزشکی دسترسی دارند، ساکنان مناطق روستایی برای دریافت مراقبت‌های ضروری چشم با مشکل روبرو هستند. اگنس پندا، خبرنگار BBC، به جامعه‌ای از افراد نابینا و کمبینا سر زده که تصمیم گرفتند به یکدیگر کمک کنند. در سواحل شمالی دریاچه ویکتوریا در روستای لوبو جامعه‌ای به هم پیوسته زندگی می‌کند. تقریباً همه ساکنان اینجا یا نابینا هستند یا مشکلات بینایی دارند. هر دوشنبه دور هم جمع می‌شوند و درباره بزرگترین نگرانی‌های خود صحبت می‌کنند.
موزس موگابه 53 ساله کدخدای این روستاست. درباره این صحبت می‌کنیم که چطور میتونیم به خودمون کمک کنیم، چطور بچه‌هامون به تحصیلشون ادامه بدن و چطور میتونیم بهشون غذا بدیم. این منطقه که حدود 10 خانه دارد، قبلا مدرسه‌ای برای بچه‌های نابینا بوده. ابتدا حدود 2 دهه قبل توسط دولت محلی و یک سازمان غیر دولتی تأسیس شد. زمانی که بیماری کوری رودخانه، یک بیماری عفونی انگلی که از طریق مگس‌های سیاه پخش می‌شود، شیوع پیدا کرده بود. مدرسه در نهایت تعطیل شد ولی بسیاری تصمیم گرفتند بمانند. وقتی نابینا شدم، اولش زندگیم به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. از نظر روانی خیلی مشکل پیدا کردم چون فکر کردم دیگه زندگیم تموم شده. نگران بودم که دوستامو از دست بدم. کارهایی که باید انجام میدادم دیگه برام غیر ممکن شده بود. ساکنان نابینای لوبو مانند موزس مجبور بودند که با کمک همروستایی‌های بینا زندگیشان را با شرایط وفق دهند. اولین چیزی که به خودمون یاد دادیم با هم بودن بود. معلولیتمون نقطه قوت ماست. اینجا به همدیگه کمک میکنیم. طبق آمار آژانس بین‌المللی پیشگیری از نابینایی، تقریباً 3 میلیون نفر در اوگاندا کمبینا یا نابینا هستند و چشم پزشک به ویژه در مناطق روستایی بسیار کم است. یکی از پزشکان دکتر وایسووا جولیوس است. اگه دولت تعداد متخصصان چشم رو بیشتر کنه، فکر میکنم اوضاع بهتر میشه. دکتر آلفرد موبانگیزی، یکی از مقام‌های بهداشت عمومی در کامپالا، پایتخت اوگاندا، میگوید که دولت به سلامت اهمیت می‌دهد. ما داریم پزشکان رو آموزش میدیم. دولت واقعاً پزشکان رو تشویق میکنه در رشته چشم پزشکی تخصص بگیرن. تا زمانی که چشم پزشکان بیشتری در سراسر مناطق روستایی اوگاندا مشغول به کار شوند، جوامعی مانند لوبو با اتکا به هم زندگی می‌کنند. اینجا توهین به افراد نابینا جایی نداره. ما هم مثل بقیه انسان‌های عادی هستیم. احساس وحدت و با هم بودن یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این روستاست و با توجه به موقعیت دور افتاده‌اش شاید همین رمز بقایش باشد. اگنس پندا، BBC نیوز، اوگاندا. BBC فارسی رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی مختلف هم دنبال کنید. نشانی ما در اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، ایکس و تلگرام هست @BBC Persian. آدرس سایت ما هم هست bbcpersian.com. میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهیتون با BBC فارسی.